به نام خدا. بله با شما هستیم با دیدار دو تیم متحد مقاومت و منتخب حقوق بشر. میریم که داشته باشیم ببینیم چه بازی عذاب در خواهد آمد. علی از ایران کاپیتان تیم مقاومت هست، احمد از افغانستان، عماد از لبنان، کریم از سوریه، عبدالله از یمن با یکم ریش خفن، جاسم از عراق و دروازه‌بان تیم متحد مقاومت حماد از فلسطین. بازی با سوت داور آغاز میشه و فرصت نیست منتخب حقوق بشر رو معرفی کنیم. صدام همچون یک نفر برای زرهی به دنبال علی از ایران. یه تکل از صدام یزید کافر، تکل ناموفقی رو میزنه. تا امروز عموسام از این بازیکن اصلا راضی نبوده. حالا یه بطری آب برای صدام میندازه که کوفت کنه. صدام میره که بگیرم و میخوره تو سر صدام و نفله میشه. یه کاری رو نتونسته این بشر درست انجام بده. حالا میاد و انگار یه اسپری شیمیایی رو تو صورت علی خالی میکنه. این چه کاری بود این بشر نابشر کرد. حالا در این طرف میدان حمله دیگه ای تدارک داده میشه. بن لادن پاس میده به جورج بوش به دنبال توپ هست. احمد از افغانستان دنبالشه. بن لادن اونجا میخواد چه غلطی بکنه که دور خودی رو میزنه زیرش. این چه کاری بود. و حالا بوش پای احمد رو زد. انگار یه هماهنگی قبلی بین این دو بی‌وجدان بوده و حالا میفته روی احمد و حالا نزن کی بزن. این دیگه چه بازیه و داور خودشو به صحنه میرسونه و منتظریم ببینیم این کچل بی‌خاصیت چه تصمیمی میگیره که نه بوشو برگردوند و رفت. حالا باز هم در جناح دیگه این میدان صدام داره یزید بازی در میاره این وسط و به شدت بوش رو عصبانی کرده. بوش یه نگاه ریزی میندازه به جاسم عراقی و توپ رو شوت میکنه تو صورت صدام. این دیگه چه کاری بود. جاسم به دنبال توپ میره و میپره و جورج بوش حالا صدام رو پله میکنه و میره بالا. جاسم رو با لگد میزنه و انگار یه چیزی ازش دزدیده. باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. حالا ما تحت بوش در حال سوزش هست، به خاطر همین تاریخ انقضاش میرسه و از زمین داره بیرون میره. عموسام میره یه چیزی رو باد میکنه یا تاقان. این گنده گولاخ دیگه چیه؟ همه پرت میکنه. حالا گردنش هم میشکونه رک برک بشی الهی. قشنگ معلومه پاچه بگیره ها. حالا عموسام میره به سمت بنخیکی تا اونو وارد زمین کنه. یه مگسی هم انگار داره اذیتش میکنه. خب لامصبیه همون براتون بیستاب شدتون. به هر حال کنار هر گاو شیردهی مگس زیاده. تبلیغ میکنه. چی نوشته؟ لایف وومن فریدم. چرا پرچم ایرانه؟ بابا کنار بذار ببینیم چی میشه. بله بنخیکی دنبال توپ هست. حالا بنخیکی پای عبدالله رو به نامردی میزنه. رو آب بخندی مردی که اغلبی. انگار یکی از بیرون با کف زد تو صورت بنخیکی. نقشه بر زمین میکنه بنخیکی ها. عموسام به شدت عصبانی میشه و میزنه دخترک رو. گفته میشه که این دخترک اوکراینیه و حالا چطور عموسام تونسته اون رو. تماشاگران به این حرکت عموسام واکنش نشون میدن و اشیا پرت میکنن به او. عموسام هم فرار میکنه و فرار رو برقرار ترجیح میده. حالا اوباما توپ رو میندازه برای گندگولاخ. کریم از سوریه میاد برای گرفتن توپ. سر کریم بعد جور میزنه کریم و یه پاس فرار برای ترامپ. نزدیکش نتانیاهو مثال یک یابو داره همراهیش میکنه. آفرین. حماد توپ رو در آغوش میگیره اما این دوتا مثل پتومت دارن اون رو میزنن. داور چرا خطا نمیگیره و توپی که توی دروازه قرار میگیره برای تیم حقوق بشر. شروع میکنن به رقص و در دادن و پایکوبی و این گندگولا داعش بی‌صاب شده است. عموسام از این فرصت استفاده میکنه و رفته برای غارت کریم سوری.
نتیجه 1-0 به نفع تیم منتخب حقوق بشر است و زدن همه چی رو شتک کردن. بله نیمه اول این بازی با سوت ابرو پاچه بازی کچل بی‌خاصیت به پایان میرسه. صحنه های دلهره آور و ناراحت کننده ای که همه دنیا رو در باد فرو برده، اما بچه ها نباید ناامید بشن و این بازی یه روی دیگه هم داره و امیدواریم که روی دیگهش به نفع بچه های جانم امام زمانم، عشق جانم امام زمانم، عشق جانم امام زمانم، عشق جانم. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخوانده، سلام فرمانده. بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخوانده، سلام فرمانده. این قدم کوچیکه باش بیفته من برات قیام میکنم، نبین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچک کارو تمام میکنم. یه برگردون و توپی که توی دروازه قرار میگیره، گل گل، نتیجه بازی مساوی میشه. انگار ترکیب جدید تیم مقاومت جواب داده و اموسام خیلی عصبانی شده. حالا بازی 1-1 مساوی میشه. نتانیاهو توپ رو میکنه وسط میدان و اینجور که معلومه نقشه شومی هم در این کله پوچش داره. حالا یه ضربه از نتانیاهو، چه اتفاقی داره اونجا میفته؟ بچه ها ماتشون برده، انگار 1-1 دارن سحر و جادو میشن. علی چشماتو ببند، چشماتو ببند.
صدام بزن ببین چی کار برات میکنم. نبین کم سنم با همین دستای کوچیکم همش داد میکنم. نبین کم سنم به علی انت و امی همه رو فدات میکنم. همه رو در میانه میدان علی توپو میگیره و حرکت میکنه. اوباما با لگد میره تو شیکم بلخیکی شتک شد. اوباما پتک. علی حالا توپ رو میفرسته به نزدیکی های پرچم کرنر. توپو باید بچه ها بریزن روی دروازه. داور کجایی که ببینی چقدر بمب و TNT به خودش وصل کرده. این 20 صاحب شده. البته همچین 20 صاحب هم نیست، روش نوشته Made in USA. یه قلبم نشون میده به عموسام. قاشقت کجاست پسر؟ قاشق تو یادت رفت، میخوای بری اونور قاشق بخوری. آفرین به هوش بازیکن ما. فریبش میده و از مرکه دور میشه، منفجر میشه. چه انفجار عظیمی. امیدوارم که اتفاقی نیفتاده باشه برای بازیکن ما. هر طور که هست میخوان جلوی بازیکنان ما رو بگیرن. پسرم محمد حسین بلند شو بابا، دوستات منتظرن. انفجاری رو که شاهد بودیم. حالا کسی نیست که بره توپو برداره و حمله کنه. ثانیه های زیادی از این بازی نمونده. امیدواریم که بتونه به بازی برگرده. پاشو پسر، پاشو به بازی خودت ادامه بده. انگار یه تکونی داره میخوره. بوریس جانسون مادرها برای این دعا کنن که بتونه شونه بخره. حالا سرشو برمیگردونه. همتیمیشو دید که داره صداش میکنه. آفرین، یه پاس در عمق برای بازیکن ما. ترامپ هنوز توی تور گیر کرده. یه شوت از راه دور. داور به ساعت خودش نگاه میکنه و این توپ توی دروازه قرار میگیره. توپ و ترامپ با هم رفتن توی گل و بازی 2-1 تموم میشه. برگای داور و عموسام از این اتفاق ریخته و تمام 2-1 تیم مقاومت، تیم منتخب حقوق نابشر رو شکست میده. در نیمه مربیان بازی رو بردن. من به چشم تو بیام، من به چشم تو بیام. 1100 ساله همه عالم دنبال مهدیان. غصه سربازا نخور آقا، سربازات 1400 سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی دهه 90 هاشو فراخوانده. سلام فرمانده، سلام فرمانده.